کیک ابری میقلی؟ خب بیا بریم با 3 قلم با هم درستش کنیم. به آشپزی با کمی لشبازی خوش آمدید. با توجه به قیمت کیک 90% مواد این کیک حذف شده و قسمت اعظمش تخم تشکیل میده. تخم مرغ خیلی اصولی فقط سفیده رو خارج میکنیم. یه بچه قاشق سرکه سفید و 20 گرم شکر. الان چند تا تار موی ساعدم هم توش هست. بعد بزنیمشون تو کف کنن. یواش. و در آخر باید این کف رو بریزیم توی سینیشو خیلی با دقت تنظیمش کنی. شکل مورد نظرمونو که به ابر تخمیمون دادیم باید بذاریمش تو فرم 160 درجه 45 دقیقه. آماده شده، بریم بخوریمش. این از نزدیک نگاه کنید چه باله اینجوری. کیک ابری. خدا ابراش. مزیت دیگه این کیک علاوه بر قیمتش اینه که یه عده چسنمک وسط تولدتون کلتون رو نمیگیرن بکنن تو کیک. خندیدیم.